سپر، اگه بریم وسط اقیانوس بعد یه جزیره باشه، یه تیکه خشکی کوچولو، خب ما رو ببرن اونجا، بعد اونجا چی کار میکنی تو؟ اول من همه این ماهی ها رو میتره کنم. چجوری؟ توی کرم علکی بمب میکنم. خب اول ماهی ها رو میتره کنم. دوم من یه اسفنج بزرگ میکنم توی اقیانوس که همه آبا توی اسفنجی بره که ماه دوم داشته باشیم. خب اسفنجش پر آب میشه، تموم میشه، بزرگ میشه. آره کل زمین خشک میشه. بعدش ما از کجا آب بخوریم؟ شوخی کردم. آخه بعد ماهی ها نمیرن. ماهی ها اسفنج میکنی توش پر آب میشه؟ نه من کار نمی کنم. فقط شوخی بود؟ شوخی بود. اول من کسی رو با یه تناب گره میکنم به یه صندلی، همینم یه کوزه بخورتش. بام